محمد جان شده در یادم نیامده سوخیمی بسیار شرط مشکل دا آمده. من نمیدونم میره فلکسرا است. نومی ستا روزی غلبه 16 ноябр روزی کنستیتوسیا. نام و نسب پورای نفر شما میدونید کی است؟ دولتمند خالف از قلب باختر باستان با شما درود میفرستیم بیننده های عزیز. این برنامه ذهنی پرسوجه است و امروز با پرسش های دیگرگونه و جالبی که باید هر یک ساکن کشور داند مهمان شما گشتیم و باید بگیم که ما در صحن کاخ لاهوتی شهر باختر قرار داریم و پرسش خود را امروز با ساکنان اینجا میگذرانیم. امروز از صحنه‌های تاریخی کشور میپرسیم که در این روزها کدام جشن‌ها تجلیل میگردند. اشتراکچیان باید بگویند که همه ساله در صحنه‌های 27 ایون، 9 سپتامبر و همچنین 16 نوامبر کدام جشن‌ها را ما مردم تاجیکستانی استقبال میگیریم. ضمناً در پرسش عکس‌ها نیز باز هم سه چهره آشنایی را انتخاب کردیم که فکر میکنم همه ما و شما این نفران را میشناسید. یکم اساسگزار دولت سامانیان، دوم هنرمند در نقش ناظمی از فیلم معروفی در آرزوی پدر و همچنین آوازخوان معروفی فلک سرا. اگر شما هم میتوانید با سوالهای ما پاسخ گفته در آغاز برنامه حتما به سراغ ما بنویسید. بیننده های عزیز باید بگوییم که از بازی نشرهای گذشته که اعلان کرده بودیم الکی غالب را ما معین کردیم و در انجام برنامه حتما آن را برای شما اعلان می نماییم. حالا باشد پرسش خود را در حدود شهر باختر باسم آغاز میکنیم. با ما باشید. ما عین حال در این ماه پرشرف قرار داریم. در حدود تاجیکستان عزیز ما همچون سنه تاریخی روز استقرار صلح و وحدت ملی معروف است، میشناسیم. یعنی میتوان گفت که 27 ایون جشن وحدت ملی در حدود تاجیکستان است. روز جوانان 27 ایون 27 ایون من با خریبی بباخیم. بله، ما در عرفه این روز الکی قرار داریم. در عرفه این سنه 27 ایون روزی آشتی ملی بود. چی بود در این روز گپ پرازنیکم بسیار فکر کنید 27 ایون روز جوانان گذشت. روزی 27 ایون اما سالا ما کدام جشن را در روز 27 ایون تجلیل میکنیم؟ جشن وحدت ملی. بهترین روزی وحدت ملی. من الکی کمک کردم اما شما بگویید که روزی وحدت ملی را از کدام سال ما جشن گرفته ایستادیم؟ از سال 94 تمام 97 یک تاشا انتخاب کنید. 94 یا 97؟ و فکر من 97 بود. جشن وحدت ملی. وحدت ملی. وحدت ملی. بهترین روزی استقلالیت. یعنی پاسخ شما استقلالیت ملی. روزی استقلالیت دولتی کشور. روزی 27 ایون وحدت ملی رو ما جشن میگیریم. یعنی پاسخ شما همه سال ما 27 ایون رو 27 ایون 27 ایون رو جشن ملی اعتراف می‌نماییم. جشن وحدت ملی رو اعتراف می‌نماییم. چیزی که معلوم است 27 ایون این روز وحدت ملی میباشد. یعنی که همه ساله سال 27 ایون روز وحدت ملی رو قید میکنیم. نومی ستا روزی غلبه. نه روزی استقلال. آخه کام استقلال آخه. نه روزی غلبه از استقلال فرق دارد. روز استقلالیت تاجیکستان است. استقلالیت دولتی؟ دولتی. از کدام سال جشن میگیریم؟ میگم از سال 91. سال 1991. ایده استقلالیت جمهوری تاجیکستان میباشد که از کدام سال جشن میگیریم؟ از سالهای 1991. روزی استقلالیت. روزی استقلالیت. استقلالیت چی؟ استقلالیت جمهوری تاجیکستان. بهتره. همه ساله روزی همین استقلالیت جشن میگیریم. کدام سال؟ از کدام سال جشن میگیریم؟
90 سال 1990 91 از سال 1990 91 در سنه 9 سپتامبر ما کدام جشن را داریم؟ سنه تاریخی 9 سپتامبر البته برای هر یک ساکن تاجیکستان عزیز ما عزیز است، زیرا این سنه سبب شد که تاجیکستان عزیز ما با تلاش و جانفدایی پیشوای معظم ملت صاحب استقلالیت کامل گردد و خوشبختانه ما امروز در فضای 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان قرار داریم. یعنی که روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 16 نوامبر روز کنستیتوسیا. فکر کنید روز کنستیتوسیا الان که 6 نوامبر 6 نوامبر 16 بسیار سنه تاریخی است، بسیار سنه تقدیرساز است. اینم فراموش کردم. کمک کنم. اجلاسیه روز اجلاسیه 16 16 جمهوری تاجیکستان. کنستیتوسیا روز کنستیتوسیا 6 نوامبر است. 16 نوامبر روز 16 نوامبر سال 1992 بود. 16 نوامبر روز انتخاب یکمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در خوجند برگزار یعنی که اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان. بهتر. یه شما پاسخ ندارید ها؟ نه آخه پرزیدنت خوش. همچنین پرزیدنت با همچنین باز کدام باز روزی همه دونم دیگر روزی چی روز اجلاسیه چی میگن؟ جلسه اسل سنه تقدیرساز است. اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان. سراول 16 نوامبر اجلاسیه 16 شورای عالی که با نام اجلاسیه تقدیرساز معروف است و دیگر اینکه روز 16 نوامبر روز پرزیدنت تاجیکستان اعلان کرده است و همه ساله قید می‌گردد با شکوه و شامت خاصه و امروزها ما در تجلیل این جشن آمادگی دیده ایستادیم و همچون ایجادکار شعرهای خود را پیشنهاد کرده ایستادیم. یعنی که سنه 16 نوامبر روزی اجلاسیه 16 شورای عالی و روز پرزیدنت تاجیکستان. بعضی گفتن که روزی کنستیتوسیا رو سرقانون است گفتم. شما راضیت با این فکر؟ نه، روز اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است. یعنی پاسخ شما روزی سنه اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است. رو بگید که در عکس ما کی رو می‌بینید؟ سامانی اسماعیلی سامانی. درباره اسماعیلی سامانی چی می‌دونید شما؟ میدونیم که شاه بزرگ گذشته زمانهای قهرمان ملت تاجیک است. اسماعیلی سامانی قهرمان خلق تاجیک. قهرمان خلق تاجیک درست. باز شاه دولت سامانیان بود. اساسگذاری دولت سامانیان. اسماعیلی سامانی. تقدیرساز ناصر خسرو. نه ماری خیام. شما خوب فکر کنید. شما شاید این نفر در همین شهر باختر میبینید همه روزا. سامانی. جوابی پورا بگوید. با باوری بگوید. کی است؟ اسماعیلی سامانی. یعنی شما در عکس اسماعیلی سامانی. راستی بخش عکس های شما خیلی جالبتر میگردد. پای هم در این عکس ما قهرمان البته قهرمان چون که از لباس لشکری او معلوم است و می توان گفت که او اسماعیل سامانی است، زیرا تاج تاجیکانه به سر دارد. بهترین یعنی پاسخ
اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی چی میدونید درباره اسماعیل سامانی؟ اساسگذار دولت سامانیان میباشد. این کینوی کی دبت کو؟ پدر مهربان. پدر مهربان در فیلمی در آرزوی پدر. شما بگید که این نفر کی است؟ فراموش کردم ایره. این اکتیور هنرمند است. هنرمند در کدام فیلم شما نمو نسب اصلی این هنرمند میدونید؟ نمیدونم بیادم برام شما دیگه فیلم در آرزوی پدر رو دیدید؟ دیدگیم این نفر در این فیلم نقش دارد. شما درست. میگید که در این فیلم کدام نقش رو بازی کرد؟ نقش پدری همون چی نام دارد؟ نازمی این بچک چی نام داشتن؟ پدر مهربان. پدری مهربان درست. شما بگید که نام اصلی این هنرمند نام نسب اصلی این هنرمند چیست؟ نازمی نیست آخه نه این در نقش. شما فقط بگید که در نقش این بازی است. نام اصلیش فقط شما بگید. در یادم نیامده است آخه همین کینوش هم بسیار تماشا کردیم لیکن من کمک میکنم. نامش محمد جان است. شما نسبش بگید. محمد جان محمد چی بود همین قد همین کینو را من به حد بسیار تماشا کردیم اکتیورش محمد جان شاده فصلی نفر. این اکتیوری تاجیکه اینه که نمیدونم. هنرمند نه پیش است. روشن من نمیدونم. کمک میکنم. نام و نسب پورای نفر شما میدونید کی است؟ فکر کنید. نه دمورای همی محمد جان من کمک میکنم. محمد جان نمیشناسیم تمام همی هم هنرمندای تاجیکه. اینا نمیشناسیم. بسیار شرط مشکل دا آمده. چهره بسیار شناخته است. در فیلم راستی نقش می‌بازد. بله ما در بسیار فیلم ها در بسیار برنامه های جالب این هنرمند را دیدیم. شما و فیلمی در آرزوی پدر را دیدید؟ فیلمی در آرزوی پدر از آوان خردی بله دیدم که در آنجا یک نقش بسیار هم خاطرمان را اجرا کرده است. قریب که از همانجا میشناسند. اگر خطا نکنم کدام نقش را می‌بازد در این فیلم؟ نقش پدر مهربان را که میزده است در آن فیلم. در آن فیلم با نام ناظمی مشهور است و عین حال در ورد زبان ما نام ناظمی آمده است ولی خطا نکنم محمد جان شادی. بهترین. رحمت برای کمکتان. این نفر هنرمند معروف تاجیکستان محمد جان شادی است. بهترین. شما خوب فکر کنید. این هنرپیشه است در فیلم ها نقش می‌بازد. هنرپیشه. شما فیلم های تاجیکی را تماشا میکنید یا نه؟ شوم گدو ها. پاسخ شما؟ شوم گدو. دولتمند خلف. دولتمند خلف چی میدونید شما؟ سرآینده خیلی خوب است. همه مردم تاجیک میشناسه، حرمت میکند، دوست میدارد. یعنی پاسخ شما کی است؟ کی است نفر؟ دولتمند خلف. بخدا دایودم بده فراموش کردم. دولتمند؟ نه دولتمند خلف. دولتمند خلف بهترین. دولتمند خلف. این من نمیدونم یه را که فلکسرا است. فلکسرا. من کمک میکنم. دولتمند خلف. یعنی پاسخ شما کی بود است؟ دولتمند خلف. پای هم سوالا مشکل تر می شوند. عکسی که عین حال ما میبینیم چون در دست دوتار است معلوم است که فلک سرایی میکنند و یگانه نفری که فلک رو بر اوج فلک رسانیده است این حتما استاد دولتمند خال می باشد. یعنی که پاسخ شما استاد دولتمند خال است. صداشون خسته نباشد. در پرسش امروزه ما ساکنان شهر باختر هر نوع پاسخ گفتند. اگر شما هم میخواهید در برنامه ما شرکت کنید حتما به سراغی که در روی اکران‌های نورگون شما علاقه پیداست بنویسید، زنگ بزنید و اگر سوالی
ҷолиб доред, метавонед ба унвони барномаи мо ҳатман ирсол кунед. чун бинандаҳои азиз гуфтем, дар нашрҳои қаблии барнома як бозии бурднок доштем, ҷамъбаҳс шуд. ғолиби онро ман ҳоло барои шумо эълон мекунам. дар ду нашри аввали барномаи зеҳнии пурсуҷӯ як бозии бурднок ташкил карда будем ки бо навиштани як ҷумла бояд истиқболи бештар мегирифтанд ки соҳиби ҷоизаи барномаи мо мешуданд. ғолиби барномаи мо Некрӯз Ҷалилов аст ки бо гирифтани истиқболи бештар ғолиби барномаи пурсуҷӯ гардиданд. ва табрик мекунем ешонро ва хоҳиш мекунем аз Некрӯз агар моро тамошо доранд, бо мо ҳатман дар тамос бошанд, то ки маблағи ҷоизавии барнома 100 сомониро аз мо бигиранд. бинандаҳои азиз, ин барномаи зеҳнии пурсуҷӯ буд ки аз ҳудуди шаҳри Бохтар манзури шумо гардонидем. то дидори дигар мунтазири назару дидори шумо мемонем. хайр.